کاری که دوست داری رو انجام بده. هر کاری که دلت میگه اون درسته رو انجام بده. من نمیگم مشورت نکن، مشورتت هم بکن، ولی نظر آخر نظر خودت باشه. اون چیزی که دلت دوست داره رو انجام بده. شما تو هر شغلی بخوای بری، تو هر حرفه‌ای بخوای بری، اگر صد خودتو برای اون کار بذاری، توکلت هم بر خدا باشه و اول نیتت این باشه که خدمت کنی به دیگری، مطمئن باش از جایی به تو میرسه که خودت هم باورت نمیشه و رشد میکنی و کمال پیدا میکنی و میری بالا. اصلا هم نگران رزق و روزی نباشید. خدا روزی رسونه، میرسونه، خوبش هم میرسونه. میگه و یرزقه من حیث لا یحتسب. از راهی میرسونه که انسان اصلا بهش هیچ امیدی نداره، اصلا هیچ حسابی روش نمیکنه. میگه چنان روزی رسان روزی رساند که 100 عاقل از آن حیران بماند.